الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران و خواهران موحد، بارک الله فیکم. برادر سوال نمودند که عقیده ابو حنیفه چگونه عقیده بود؟ در حقیقت عقیده ابو حنیفه رحمه الله در مسئله توحید و در مسئله اصول الدین و در مسئله اسلام و در مسائل شکننده های اسلام و در مسائل اسماء الله و صفاتش، عموما در مسائل عقیدوی، در مسائل ایمان به روز قیامت و در مسئله تقدیر، در این مسائل عقیده اهل سنت و الجماعت بود. ابو حنیفه رحمه الله، نعمان ابن ثابت، تنها در یک مسئله مشهور عقیدوی کمی بر بعض علما میگن در لفظ غلط کرده است و بعض علما میگن که لفظ خطای حقیقی است. عموما خطا شده است در مسئله ایمان، در تعریف ایمان. ابو حنیفه رحمه الله در تعریف ایمان گفتند ایمان این نطق است، یعنی نطق کردن لا اله الا الله و اقرار کردن به قلب است، یا که تصدیق کردن به قلب است. اما مسائل عمل و زیاد و کمشوی ذکر نشده است. یعنی در مسئله ایمان در حقیقت در اینجا غلط وجود دارد، لیکن این خطاگی و این غلط رو ابن ابی العز حنفی در شرح کتاب عقیده طحاوی بیان میکنند و میگویند که این اختلاف، یا که این اختلافی که بین ابو حنیفه رحمه الله و بین علمای دیگری اهل سنت و الجماعت به وجود آمده است، اختلاف لفظی هست. تصدیق عمل رو هم در بر میگیرد. میگن پس میگیم در مسئله ایمان قول اهل سنت و جماعت این است که ایمان این سخن زبان، عمل زبان، سخن قلب و عمل قلب و عمل جسم است. یعنی الایمان قول و عمل و اعتقاد یزید بالطاعه و ینقص بالمعصیه. ایمان سخن است، عمل است، در بعضی از سخن علما اعتقاد هم هست و زیاد میشد و کم میشد. بارک الله فیکم. و در دیگر باقی مانده مسائل عقیدوی اهل سنت و الجماعت بود. اما در مسئله فقهی 4 مذهب اهل سنت و الجماعت مذهب اهل سنت و الجماعت هست، یا که این چنین 5 مذهب ابن حزمی ظاهری رحمهم الله جمیعا. در مسئله فقهی البته اختلافات بین مذاهب وجود دارد. سبب بعضی از اختلاف این است که مسئله های اجتهادی هست. بارک الله فیکم. اما در اینجا ما در مسئله عقیده صحبت کردیم. یعنی مذهب ابو حنیفه در مسئله ایمان در حقیقت در زیاد و کمشوی و در مسئله عمل خطاگی دارد. زیاد و کمشوی را رد می کند و این چنین عمل رو هم داخل ایمان نکرده است که البته این غلط است. لیکن علمای اهل مذهب ابو حنیفه به مانند زیلعی و ابن ابی العز حنفی و دیگر از علما این خطاگی را البته ذکر نمودند و مذهب ابو حنیفه رحمه الله را صحیح کردند، تصحیح کردند و ذکر نمودند که سخن صحیح این است که عمل از ایمان است و زیاد و کم می شود و این موافق سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است. و در این مسئله ما در گروه بیان سنت و کشف بدعت در درس های خیلی هم پیشتر گذشته در مسئله ایمان و تقسیمات ایمان و مسائل ایمان و علاقه عمل بر ایمان صحبت کرده بودیم و کتاب الایمان و ایمان 4 علمای بزرگ مانند ابن ابی شیبه، کتاب ایمان کبیر و وسط ابن تیمیه رحمت الله و کتاب ابن عده و این چنین کتاب ها رو به شما شرح دادیم. کتاب ابن منده که همه این کتاب های ایمان بود. و این چنین کتاب الایمان عند السلف و علاقه بالامر و کشف شبهات المعاصرین و همین کتاب ها شرح شد.
و سوال دومی که باز همین برادر داده اند که یک سوالشون از 4 قسم عبارت است. قسم دوم: در مذهب ابو حنیفه چی کسانی هستند؟ البته این سوال بینویت در حقیقت سوال بزرگ است که در مذهب ابو حنیفه چی کسانی هستند و این سوال طرز سوال هم درست است. بعضی ها گمان میکنن که در مذهب ابو حنیفه فقط اهل سنت و الجماعت هستند. ما میگیم در 4 مذهب هم غیر اهل سنت و الجماعت وجود دارد. ما باید مذهب رو از نظر عقیده و از نظر فروع فقهی جدا بکنیم. از نظر عقیده مذهب ابو حنیفه رحمه الله غیر از مسئله ایمان در باقی مسائل عقیدوی عقیده اهل سنت و الجماعت است. اما در مسئله فقه بسیار فرقه هایی که عقیده ابو حنیفه رو قبول ندارند، ضد عقیده ابو حنیفه کار میبرند، مخالف عقیده ابو حنیفه یعنی مخالف عقیده اهل سنت و الجماعت هستند، لیکن در مسئله فقهی در مذهب ابو حنیفه هستند. به مانند ماتوریدی ها امروز در تاجیکستان، ازبکستان و این چنین بسیاری از منطقه ها میگن که ما در از لحاظ فقهی مذهبمون ابو حنیفه است. یعنی ما از نظر فقه نماز، روزه، حج، زکات و در مسائل فروع و مسئله ها در مسائل احکام ما در مذهب ابو حنیفه هستیم. نکاح همون رو، طلاق رو، نماز جنازه رو، غسل و طهارت و نماز رو، صحیح و درست بودن این احکام روزه و غیره رو ما از نظری مذهب ابو حنیفه میگیریم. اما عقیده رو از ماتوریدی میگیریم. ابو منصور ماتوریدی سمرقندی که عقیده رو نه از قرآن و سنت بلکه عقیده رو از کلام، از علم فلسفه و منطق گرفته بود. که البته اینها رو ما نمیگیم که اینها 100% در مذهب ابو حنیفه هستند. ما میگیم فقها در مذهب ابو حنیفه هستند، لیکن عقیدتاً که اساس دین عقیده هست مخالف ابو حنیفه رحمه الله هستند. و تمام کسانی که خود را ماتوریدی میگن در همین عقیده هستند. و این چنین صوفی های غلات و غیر غلات از نظر مذهب، یعنی از نظر فقه، از نظر اجتهاد، طرز نماز خوندن، روزه داشتن و تمام مسائلی که به فقه تعلق دارد، اینها خود را ابو حنیفه میگن. در مسئله ریش ماندن، در مسئله طهارت کردن و روزه داشتن و زکات و غیره. اما در مسئله عقیده باز اینها عقیده خاصی صوفیگی خود را دارند، عقیده طریقت، عقیده نقشبندی و دیوبندی. و البته صوفی ها هم عقیده خاص خود را دارند. البته در نه همه مسائل، مثلا در بعضی از غلطش در بسیار مسائل ها، مثلا ابو حنیفه رحمه الله شرک را رد میکند. ابو حنیفه رحمه الله شرک را کفر میداند، صاحبش را کفر میداند. لیکن صوفی ها قبوریه و اهل شرک وجود دارد. ابو حنیفه رحمه الله از قبر شفاعت طلبیدن را حرام کرده است. ابو حنیفه اولیاء و قبر را واسطه گرفتنش را حرام گفته است. لیکن صوفی هایی که خود را حنفی میگویند همه این عمل هایی که از نظر اهل سنت و الجماعت و از نظر خود ابو حنیفه مذهب ابو حنیفه رحمه الله حرام است، این را حلال میدانند. اما خود را باز در مذهب ابو حنیفه میدانند. یعنی اینها از نظر فقهی در مذهب ابو حنیفه رحمه الله هستند، نه از نظر عقیدوی. ما اینها را حنفی گفته نمیتوانیم. اینها اهل بدعت و اهل کلام و اهل ضال و مضل و گمراهان هستند، ماتوریدی یا که صوفی. و این چنین هستند کسانی که خود را حنفی میگن لیکن عقیده اشعری هست. یعنی در مسئله فقهی حنفی هستند لیکن در مسئله عقیدوی می آیند اشعری میشوند. اشعری و ماتوریدی اینها به مانند پدر و پسر هست. گرچنده که ابو منصور ماتوریدی در سمرقند بود، ابو الحسن الاشعری در منطقه دیگر بود، در عرب بود، در زمین های عربی زندگی میکرد. اما اصلی تمام عقیده های کلامی و منطق و فلسفه این اشعری هست و بعد از این ماتوریدی میستد. هر دوی اینها سرچشمه هر دوی این مذهب کلابیه هست. کلابیه یعنی همه اینها یک عقیده خاصی به همدیگر نزدیک دارند. و این یک قسم از انسان های هستند که در مذهب ابو حنیفه هستند از نظر فقهی، نه از نظر عقیدوی. بارک الله فیکم. اما هستند انسان های دیگری که
اینها در حقیقت در مذهب ابو حنیفه رحمه الله هستند، هم عقیدتاً و هم فقهاً. اینها کیها هستند؟ اینها اهل سنت و الجماعت هستند. اینها ما اهل سنت و الجماعت هستیم. ما از نظر عقیده ابو حنیفه رو درست میگیم و جایی که غلط کرده است، خطا کرده است، خطا میگیم. ما میگیم ابوبکر صدیق، عمر، عثمان و دیگر از صحابگان رضی الله عنهم خطا کرده بودند. خیلی که ابن تیمیه رحمه الله در کتاب خاصی که در همین موضوع نوشته رفع الملام عن ائمه الاعلام ذکر میکنند که ابوبکر هم خطا کرده بودند، عمر، عثمان، علی، عشره المبشره، مهاجرون، انصار، همه انسان ها غیر از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم همه اونها خطا کرده بودند. یگانه کسی که خطاگی ندارد، معصوم و بیگناه است، این رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هستند. ابو حنیفه رحمه الله هم خطا کرده بودند، هم در مسائل فقهی هم در مسائل عقیدوی. ما جایی که ابو حنیفه خطا کرده اند، خطاگی رو رد میکنیم و صحیحش رو قبول میکنیم. جایی که قرآن و سنت آمده است، قرآن و سنت رو میگیریم و عقیده خود رو درست میکنیم موافق قرآن و سنت به فهم سلفی امت. و این چنین در مسئله فقه، جایی که ابو حنیفه رحمه الله اجتهاد ابو حنیفه رحمه الله موافق قرآن و سنت آمده است قبول میکنیم و جایی که ابو حنیفه به دلیل قرآن و سنت صحبت کردند و موافق صحیح آمده است قبول میکنیم. اما جایی که غلط کرده اند این رو قبول نمیکنیم، بلکه قرآن و سنت رو در جای غلط قبول میکنیم. به مانند چی؟ به مانند اینکه ابو حنیفه در مسئله عقیدوی ایمان غلط کردن، میگیم خطا کردن، درستش رو قبول میکنیم. و در مسئله فقهی رفع الیدین رو رد کردن، ما میگیم حدیث صحیح در این باب آمده است، در بخاری و مسلم وجود دارد، ما میگیم حدیث صحیح رو میگیریم. و این مذهب صحیح ابو حنیفه نمین است و خود ابو حنیفه تمام شاگردانشون و تمام پیروانشون رو به همین راه دعوت کردند. ابو حنیفه رحمه الله میگفتند ای کسانی که از پشت من میروید، یعنی شاگردان یا که انسان هایی که سخن من رو میگیرید، فإن خالف قولی، اگر سخن من قرآن یا سنت رو مخالفت بکند، قول مرا به یک طرف پرتایید. حتی در روایت های اومده است که قول مرا، سخن مرا به دیوار زنید. یعنی خود ابو حنیفه رحمه الله انسانی بود که مردم را میگفت همیشه قرآن و سنت را بگیرید، وقتی که سخن من مخالف قرآن و سنت شد سخن مرا رد بکنید و قرآن و سنت را بگیرید. و انمین مذهب ما است. بارک الله فیکم. اما کسانی که خود را مذهب ابو حنیفه میگند و صوفی هستند، کسانی که خود را مذهب ابو حنیفه میگند و ماتریدی هستند و اشعری هستند، یا که عقیده های غیر این عقیده های باطل را دارند، به مانند بعضی انسان ها خود را ابو حنیفه میگند، در مذهب ابو حنیفه میگند و رافضه پرست هستند. حتی این چنین هم پیدا شده است که مذهب ابو حنیفه اثنا عشری، یعنی مذهب ابو حنیفه 12 امامیه، اعوذ بالله من ذلك، یعنی رافضه های نو پیدا شده که خود را در مذهب ابو حنیفه میگن لیکن با 12 امام رو که رافضه ها پیدا کردن رو قبول دارند. همه اینها باطلند و تهمت به ابو حنیفه کردند. بارک الله فیکم. اما از جانب دیگر بعضی انسان ها می آیند در مسئله ابو حنیفه پیرو شدن به ابو حنیفه غلو میکنند، میگن که به ابو حنیفه پیرو شدن این واجب است، کسی که از ابو حنیفه پیرویش دور میشود این کافر شده است و غیره ها. همه این سخن ها باطل است و هیچ اساسی ندارد. یگانه کسی که واجب الاتباع است، پیرو شدنش، اتباع شدن به اون واجب است، این پیامبر صلی الله علیه و آله است. غیر از پیامبر هیچ کس واجب نیست که به ما همیشه پیرو باشیم. نه ابو حنیفه، نه امام مالک، نه شافعی، نه احمد بن حنبل رحمهم الله جمیعا. به یکی از اونها پیرو شدن واجب نیست، واجب الاتباع. کسی که ما باید به وی 100% فقط به یگانه او پیرو شویم از درون انسان ها این محمد صلی الله علیه و سلم هستند. و البته در این مسئله کتاب های زیاد نوشته شده است و بهترین کتاب در این مسئله یکی از علمای تاجیکه که در عصر اولهای عصر 20 وقتی که کمونیست ها ملحدان این منطقه آسیایی و بخصوص خوجند و این منطقه مرغلان را ضبط میکنند، از این منطقه مرغلان از خوجند ابو مسلم خوجندی به مکه مکرمه میروند و در اونجا هجرت میکنند و در اونجا بسیار خدمت به دین البته انجام دادند و یکی از کتاب‌های معروف خود را که
در همین مسئله نوشته اند که واجب الاتباع یگانه کس است این پیامبر صلی الله علیه و آله است نوشته اند و این بهترین کتابی ابو مسلم خجندی است که الهدیه الی مسلمی یابان است، هدیه به مسلمی یابان. بارک الله فیکم. پس از این گفته ها معلوم می شود که پیرو شدن به مذهب ابو حنیفه واجب نیست و البته این سخن حقی که ما بیان کردیم وقتی که بسیار از متعصبان، بسیار از جاهلان و بسیار از بیعلمان میشنوند دلشان بلرزه می آید و یا کسانی که میخواهند که به نام مذهب ابو حنیفه انسانها را گمراه بکنند، به نام مذهب ابو حنیفه میخواهند که انسانها را از دین دور بکنند، اونها هم دلشان بلرزه می آید. به مانند بسیار مرتدانی که امروز خود را مذهب ابو حنیفه میگن حجاب را منع میکنند، مذهب ابو حنیفه میگن تمام مقدسات اسلام را زیر پا کردند و البته حکم اینها حکم ریده هست و مرتد است. پس این بود جواب مختصر به این سوال و قسم دیگری از سوال این است که آیا در همین مذهب بودن خوب است یا نه. برادران و خواهران بزرگوارم بارک الله فیکم، تا زمان ابو حنیفه رحمهم الله تعالی مذهب وجود نداشت. این دلالت میکند که به مذهب پایبند شدن واجب نیست، اما کسانی که در مذهب هستند اونها را هم اهل بدعت گفتن هم درست نیست. ما قرآن و سنت را در حقیقت به واسطه این مذهب ها میفهمیم. آیا در این مذهب بودن خوب است یا نیست؟ ما به این سوال چگونه جواب میدیم؟ مختصرا جواب میدیم و میگوییم که کسانی هستند از انسان ها که اونها علما هستند، مجتهد هستند، که اونها نباید پایبند یک مذهب باشند و هستند کسانی که طالب علم و کسانی که حدیث صحیح را از ضعیف جدا کرده میتوانند و اینها هم وقتی که حدیث صحیح را دیدند که یا مسائل را دیدند که مخالف مذهب از مذاهبی که اونها در اون به وای رسیدند هست، باید حدیث صحیح قرآن را به مردم بیان بکنند به مانند ما. اما هستند مردم عادی که اونها قرآن و سنت را خودشون راست گرفته و فهمیده نمیتوانند، برای اونها در حقیقت ضرور است که در یکی از مذهب ها باشند و مقلد باشند. یعنی انسان های عادی مقلد شدنش تا رسیدن به یک حجت صحیح جایز است. البته در یکی از این مذهب ها بودن، مذهب ابو حنیفه، شافعی، مالک، احمد ابن حنبل، در یکی از این مذهب ها بودن خوب است به کسی که البته علم ندارد، اما کسی که علم دارد باید موافق قرآن و سنت باشد، همیشه موافق قرآن و سنت باشد. بارک الله فیکم. سوال دادن که در مذهب بودن بدعت است یا نه. البته ما گفتیم ما انسان های مسلمان ها را به سه قسم تقسیم میکنیم: علما و مجتهدین و طلاب علم و انسان های عادی. علما و مجتهدین و کسانی که به یک درجه قدری بلند علم، درجه بلند علم رسیدند اما باز خود را پایبند مذهب میدانند، حدیث صحیح را میبینند که وجود دارد اما مذهب را از حدیث صحیح بلند میگیرند، البته اینها کاری بدعت را، کاری به عملی بینهایت گناه بزرگی را انجام دادند، زیرا اونها سخن کسی دیگر را از سخن رسول اکرم صلی الله علیه و آله بالا گرفتند و این گناه در حقیقت بزرگ است و گناه کبیر است. علما و مجتهد باید پایبند قرآن و سنت باشد و این چنین طلاب علم به مانند ما انسان هایی که درجه بالای علمی مجتهد نیست اما یک طالب علم عادی هست که حدیث صحیح را میفهمد و از حدیث ضعیف جدا میکند، خطا را از صحیح درست جدا کرده میتواند، به اینها هم واجب است که موافق قرآن و سنت باید رود و هیچ گاه مذهب را از قرآن و سنت بالا نگیرد، چرا که به مطالعه کردن برای فهمیدن صحیح و ضعیف و برای خطا را از یا که درست را از خطا جدا کردن این شرایط دارد، وسائل دارد و حالتش موافق همین است. اما سوم گروه انسان‌های عادی، مردم عادی و عامه مردم مسلمان هایی که اونها نه مجتهد هستند نه طالب علم هستند
از مسئله حدیث هم بیخبرند. وقتی که حدیث رو صحیح میگویند خوب نمیفهمند، ضعیف. و این چنین در مسائل اصول فقه است و اینجا علمای مسائل علوم دیگر است، اصول فقه است، عقیده است و در اینجا مسائل البته مقاصد شریعت است و این چنین دیگر از علم های وجود دارد که باید پیش از این که از مذهب بیرون شوید اینها را دانید. مردم عام از اینها بیخبرند، از اصول دین خود باخبرند، از توحید باخبرند، از شرک باخبرند، نماز میخوانند، البته ولو برو دارند، اما از این نمود علم های حدیث شناسی، اصول فقه و البته و غیره بیخبرند. برای اینها البته ضرور است که به گفته یکی از انسان ها قرآن و سنت را فهمند، خب به مذهب ابو حنیفه باشد یا مالک یا شافعی یا احمد بن حنبل رحمه الله جمیعا اجمعین، یا که حتی بعضی از انسان ها در مذهب علمای خود است، در مذهب علمای خود است، گرچه که خود را مذهب ابو حنیفه میگد اما چیزی که همون علمای منطقه‌اش فتوا میدهد در همون مذهب است. پس برای همین ما یک بار بدعت گفته نمیتوانیم. برای مجتهدین، برای طلاب علم پایبند مذهب شدن این بدعت است. علما و طلاب علمی که خبر دارند نباید پایبند مذهب شوند، اما مردم عامه تا رسیدن حدیث صحیح باید در مذهب باشند، در حقیقت در مذهب باید باشند. وقتی که اما حدیث صحیح و قول صحابه‌ای که در این صحابه ها اجماع کردند، حدیث صحیح و اجماع به کسی نباشد، وقتی که رسید در این حالت باید حدیث صحیح و اجماع صحابه را باید گرفت و مذهب را در مذهب قبول کنی نباید غلو کرد، هیچ کس نباید غلو بکند. بارک الله فیکم. پس این جواب مختصری در این مسئله بود. حیاکم الله و بیاکم.